به نام خداوند مهربان، بینندگان گرامی و برنامه بازچی گپ خوش آمدید. همراه من برادر بابا جان قیومزاد هستند که انشاءالله مروری سریع به حوادث و اخبار امروز خواهیم کرد. برادر بابا جان، مقامات باز یک تحفه سال نوی دیگر به مردم تقدیم کردن، خصوصا به کاربران شبکه‌های اجتماعی که فیسبوک را به مردم دسترسی دادن و مردم امروز دسترس هستند. هرچند دیگر سامانه های سایت های مستقل مثل آزادی، آزادگان، تاج نیوز از ماه سپتامبر تا امروز محدود هستند. یعنی بعضی همون تهیه کنندگان اینترنت این سایت های مستقل را متاسفانه محدود کردند. ببین، فیسبوک یک شبکه اجتماعی است. مردم دردهای دل خود را میگویند، اون هابی و خواهشاتی دارن، در اونجا میکارن، میبینن. و واقعا در تاجیکستان که یک قانون دیگر هم به قریبی به تصویب رسید که دیگر کمیته امنیتی ملی میتواند به آسانی دسترسی داشته باشد برای منع کردن و اجازه دادن سامانه ها و شبکه های اجتماعی که واقعا یک ضربه به پیکر آزادی در تاجیکستان بود. یکی از چیزایی که جای تعجب است، در تاجیکستان فعلا 3 سایتی در داخل تاجیکستان 3 سایتی مستقل هست که آزادی است، آزادگان و تاج نیوز که واقعا خیلی سعی میکنند که این جای اطلاعات را پر بکنند تا حد امکان میتوانند. و متاسفانه امروز که امسال که سال 75 سالگی سامانه سایت بی بی سی هست، خبرگزاری بی بی سی از یکی از مشهورترین خبرگزاری های در جهان، ولی متاسفانه ما جای بی بی سی تاجیکی واقعا خالی است در رسانه ها، در عالم رسانه تاجیکستان که واقعا بی بی سی تاجیکی هم خدمت خود را میگذاشت و اونی که نهضت تیجی هم بود که متاسفانه بعد بستن حزب نهضت اون هم بسته شد. ببینید، در پس منظر این تحفه سال نوی ما باید چند چیز دیگر هم در نظر بگیریم که وقتی که مثلا امروز یک سانسوری شدید بالای ادنا کلاسنیک هم وجود دارد. بله. ادنا کلاسنیک حتی مثلا بعضی از اون چیزهای را یک کارهای عجیبی کردن که وقتی اگر یک مثلا کاربر در یک موضوع، مثلا در موضوعهای مخالف با سیاست‌های اونها اگر چیزی زیادتری بکارد، بعد یک مدت می‌بینی که اون حذف می‌شود. بله. این شکایت خودی حساب. بله، حساب کاربری همون شخص. چند نفر از بچه‌های بودن که شکایت می‌کردن که حساب کاربری ما حذف شد. چی شده است؟ برای چی؟ بعداً می‌فهمی که این یک همکاری همون داخلی است. ولی در این زمینه فیسبوک خیلی آزادتر است و اونها مثلا در شبکه اجتماعی فیسبوک این دسترسی رو ندارن که مثلا تمامی کاربران رو هک کنن یا این کاربران رو حذف کنن یا مثلا نوشته آنها رو دیگه کنترل کنن و مثلا دستکاری کنن. ولی به هر صورت یک شبکه اجتماعی خوبی هست فیسبوک که میتوان از طریق اون با مردم ارتباط برقرار کنن بین همدیگر و پیام همدیگر رو درک کنن، بفهمن، بگیرن و امیدوارم که این چیزی خوب است. ولی در عین حال محدود بودن سایتی به مثل آزادی و آزادگان این واقعا مصیبت است. چرا امروز یک مردم به اطلاعات نیاز دارن. عصر اطلاعات است، عصر رسانه است. اینها به جای اینکه مثلا بیاین اینها رو محدود کنن، مسدود کنن، خوب می شود که بیان خودشون مثلا همون دیدگاه خودشون از طریق سایت های دیگر یا اینکه از طریق رسانه های دیگر مطرح کنن. ولی با مسدود کردن دیگران نمیتوان چیزی رو اضافه کرد. طبیعی هست که مثلا اگر برای مثال اومدن سایت نهضت رو بستن، سایت نهضت تیجی رو مسدود کردن، همه این کارو کردن، ما ساکت شدیم؟ بله. طبیعی است که نه. مجبور ما راه دیگری پیدا کردیم، حرف خودمون میزنیم، باغ از این بعد هم خواهیم زد. امروز پیام نت پیام ما رو به همه میرساند.
این برنامه‌های شبکه یوتیوب در مثلا در یوتیوب در دیگر متاسفانه یوتیوب هم بسته است در تاجیکستان. بله، ولی این رو بستن تا کجا دوام میکند؟ امروز مردم به این حد رسیدن که دیگر بستن یک سایت مثل مسخره است. برای اکثریت جوان، مخصوصا قشر جوان، یعنی راههای باز کردن سایت و این یوتیوب و یا اینکه شبکه‌های اینترنتی دیگر مثل همین باز کردن خود سایت شده است. هیچ مشکلی ندارد. و این باید دیگر به این واقعیت برسند. اونها فقط آبروی خود را میبرند با بستن سایت یا یک رسانه، نه چیزی دیگر. اون بالاخره مردم راهش پیدا میکند، اطلاعات میگیرند. بله، در افزون بر این چیزایی که دوستی عزیزم گفتید، مشکل دیگر هم داریم که نشریه هایی که در تاجیکستان بودن به سبب این کمبودی شرایطی اقتصادی سخت دشوار، اونها هم تیراژ های خود رو با خیلی پایین دادن، کاهش دادن، که واقعا این هم یک ضربه به اطلاعات، ساحه اطلاعاتی کشور زده است. و دیگر چیزی که یک بار دیگر میخوام در برگردیم به قضیه همون بی بی سی تاجیکی. واقعا یک یعنی جایگاه خودشو داشت، هرچند بیشتر در بین قشری آگاه و پیشرفته و مثال روشنفکر مشهور بود، ولی واقعا سایت خیلی خوب بود و از این که بستن واقعا ما خیلی ناراحت شدیم و خیلی دوستان و روزنامه‌نگاران همکاران گرامی ما و در اونجا کار میکردن، ولی متاسفانه امروز بسته شده است و خیلی خوب میشود که باز خبرگزاری بی بی سی از این قراری باز بگردد و دوباره سایت بی بی سی را امیدواریم که جایگاهش پیدا کند، اهمیتش درک کنن و یک بار دیگر باز راه اندازی شود. ولی متاسفانه امروز که مثلا میبینیم آزادی یک دولت، یعنی اون واقعا رسمی است، درست است، آزادگان، یعنی بستن اونها با اونها شما برعکس این محدود کردن آزادی، محدود کردن حقوق شهروندان است، محدود کردن، یعنی واقعا مردمی که اطلاع نیان مجبور هستن بروند سراغ سایت های افغانستان و سایت های گروه های دیگر و سایت های ازبکستان. مثلا چند وقت پیش اونهایی که هم مرزی ازبکستان هستن در بسیاری منطقه های دههای دوردست، اونها از این که اخبار تاجیکستان یا تلویزیون های تاجیکستان گوش کنن، اونها میدین گوش به چیای ازبکستان که هم کشور است، ولی نیاز داریم که هم شهروندان تاجیک با این معلومات حق اونها است که داده شود و که متاسفانه انشاءالله امید داریم که این مشکلی ها هم برطرف میشد. یکی از چیز دیگری که در این برای سال یک مثل که تحفه دبیر کلی سازمانی پیمانی امنیتی دسته جمعی سپد که میگیم، بله، بردیوژا نیکولای بیردیوژا گفتگی است که در سال 2005 هیچ تظاهراتی رخ ندهست. این هم یک توفیق سال نوی است که در کشورهای عضو این سازمان چنین تظاهرات رخ ندهست، ولی به نظر اون شاید این یک پیروز یا دستاورد باشد، ولی در اصل نگاه کنیم واقعا تظاهرات، انتخابات های شفاف، اینها راههایی هستند که مردم درد دلشه به مقامات میرسونه، تا اینکه مقامات هم نه اینکه تنها در فکر خود باشن، باید فکری ملت و مردم را بکنن. و واقعا دیدیم که تظاهرات های مسالمت آمیز چی قدر تاثیر دارن در پیشرفت کشور در همه این. اصلا یک مقایسه عادی داریم، بیایم ببینیم در زمان شوروی هم هیچ تظاهراتی رخ نمیداد. بله. خب بعدش هم آمد در کشورهای مثلا روسیه، بله، تظاهرات زیاد رخ نمیداد، یا مثلا کشور ازبکستان و نمیدونم ترکمنستان و تاجیکستان و اینجاها. بله. خب در مقابل در کشورهای مثل هندوستان تظاهرات رخ داد و حاضر هم الان هم رخ می‌دهد. در کشورهای حتی مثل پاکستان که امروز همه را از اون میترسانند، خب تظاهرات رخ داد، در زمانش رخ داده بود، الان هم رخ می‌دهد، یه چیزی معمولی است. خب بله. در غرب تظاهرات یه چیزی معمولی است، عادی است، هیچ چیزی مثلا
هیچ کس یک دهشت ندارد از برای مردم تظاهرات. خب بله. ولی چرا در منطقه اسپد تظاهرات برای رهبران این کشور دهشت حساب می شود؟ بله. باید واقعا باید به این مسئله درست نگاه کرد. اگر دستاورد شما این است که شما تظاهرات رو پیش گرفتید، پس شما چی رو منع کردید؟ چی دستاورد است این؟ تظاهرات بیشتر در مثلا در کشورهای غربی یا کلا مثلا هند و دیگر تظاهرات برای چی میشود؟ دموکراتی. تظاهرات برای چی میشود؟ مردم حرف دلش رو از یک طریق با مسئولین یا با طرف دیگر میرسوند. مثلا طرفداران یک گروه پیامشون رو به گروه دیگر میرسونند، یا مثلا مخالفان حکومت پیامشون رو به حکومت میرسونند. حالا در مقابل این شما با مخالفانتون چی دادید؟ بله. اگر امروز افتخار شما این است، ببین واقعا این یک جای سوال دارد. خب بله. بیاییم ما واقعا مثلا در مقابل اگر ما بر وضعیت مردم رو به حد رساندیم که خودشان تظاهرات نکردن، ولی این اینجا جای دیگر است. بله. ولی اینجا میگه که ما این نتیجه کاری مقامات امنیت ملی اینجا گفته است که ما کار میکنیم تا حوادث اطراف سازمان ترک به ترتیب عمومی درگیری‌های مسلمانان در داخل سازمان به وجود نآیند. یعنی کار میکنیم. بله. درست است، هیچ کس طرفدار ترک نیست، هیچ کس یعنی درگیری های یعنی به ترتیب های عمومی نیست و درگیری های مسلحانه نیست. درست است. ولی یا مثلا یک تظاهرات عادی، یک پیکت عادی وقتی که به یک دهشت تبدیل می شود، چگونه میتوانند این را مثلا بجای این به مردم چی دادید که مردم واقعا من سوالم این است آخر اگر مردم وضع زندگی مردم رو بهتر کرده باشد که اونها تظاهرات نکرده باشند، این یک طرفی کار است. ولی اگر شما اونها رو در یک قفس آهنین داخل کردید که اونها به مقابل شما حرف نزنند، این حرف دیگر است. بله. باز اینجا دبیر کل اسپد چخیلی که در آزادگان سایت آزادگان اومده است، دبیر کل اسپد امنیت اطلاعاتی رو سمت اساسی دیگری فعالیت این سازمان خوانده، علاوه نموده است که طی سال 2015 ده ها سامانه مسدود گردیدند که طریق آنها سازمان های افراطی ترغیب میکنند. بسیار خوب. ولی آزادگان و آزادی و توجنیوز اونها افراطی هم سازمان های افراطی رو تبلیغ میکردن. واقعا این عجیب است این کار. نه من واقعا میخوام بگویم که بیاین باید این مسائل رو، من طرفدار این هستم که امنیت اطلاعاتی باشد. بله. امنیت در کشورها تامین باشد. بله. هیچ مثلا درگیری و این چیز بگیم جنگ داخلی و همه از جنگ بیزار است. همه هیچ کس این رو طلبگار نیست، این رو طرفدار نیست. خب وضعیت سوریه امروز معلوم است. درست است. ولی واقعا باید مردم به خاطر مثلا سوء استفاده از این وسیله، از این گپ که جنگ می شود مثل سوریه می شود، مردم رو هر ظلمی که خواستی بکنی. بله. و این دلیل می شود. درست است مردم جنگ نمی خواهد، ولی آخه مردم اونقدر دیگر از حد زیاد فشار هم نمی خواهد. بله. مثلا همین کشورهایی مثل لیبیا، بله. مردم به خاطر چی؟ به خاطر اقتصاد برخاست؟ نه، به خاطر آزادیش برخاست. بله. این مشکل است. این جوان بیچاره تاجیک که در داخل هست سعی میکنه آزادی را بکشه، توج نیوز بکشه، یوتیوب، فیسبوک، ارنا کلاسیک، همه اینها من هست. ولی اون توجیک دیگری که در خارج از کشور است، در کره است یا در اروپا است یا در ترکیه است، به آسانی میتونه به اینها دسترسی پیدا بکنه. واقعا خودش احساس میکنه که اینجا حقوق من پایمال شده است. یعنی واقعا یعنی مسدود کردن، منع کردن روی حل نیست. بله. ولی برعکس شما در برابر مسدود کردن اینها شما چیز دادین؟ با مردم هیچ. یکی از خبرهای دیگر این است که در گذشت گلندام رجب بود، یعنی واقعا یکی از ژورنالیستانی نشریه منبر خلق، واقعا منبر خلق اون نشریه حزب خلق دموکراتی حزب حاکم است. واقعا ما این در گذشت گلندام رجب و این همکار و خبرنگاری تاجیک را در گذشتش را به همدردی بیان میکنیم و همچنین به اهل و عائله‌شان همدردی خود را بیان میکنیم و دعا میکنیم که خداوند رحمتش کند و واقعا بازماندگانش صبر جمیل عطا بفرماید. واقعا دوست عزیزم
مثل که استاد رجب میرزا اون تحلیلگر و ژورنالیست مشهور گفتن که 15 ژورنالیست در این سال درگذشتن که این 2015 سال 2015 برای ژورنالیستیکا واقعا یک سالی بسیار گران بود. واقعا 15 ژورنالیست. حالا شما با این 15 نفر در گذشتگان اضافه کنید حکمت الله سیف الله زاده خبرنگاری که امروز در زندان است. عبدالقهار دولت خبرنگاری که امروز در زندان است. و چندین محمد علی حید همچنین ظرف‌الله اینها همه خبرنگارانی که در زندان هستند. حالا اینها رو با این در گذشته اون خبرنگاری فرج هم بله فرزندی پیوندی گلمراد زاده بله یا نامش یادم رفت گلمراد زاده بله که بدون یگان دلیل در زندان است. اینها رو هم حالا شما اضافه کنید. همچنین اونی که از بی بی سی خبرنگار بی بی سی خوجند بله واقعا اینم اگر با این ساحه خوب میشد که استاد رجب میرزا اینها رو هم ذکر میکرد و ساحه ژورنالیستیک رو در تاجیکستان شاید اون مردم اون اکبر ترسون از دست واقعا یک ضربه سخت بود. اینا رو اگر ما همش استاد رجب میرزا در یک چیز جا میداد بسیار خوب میشه در اون تحلیلش. بله و یک شاید اون چی بگیم مصیبتی ساحه ژورنالیستیک بله و روشن‌تر میشه برای مردم. بله دیگر این است که همسری استاد محمد علی حید معاون رهبر حزب و فعال سیاسی که در بازداشتگاه است اظهار کرده است که در ملاقات اخیری که داشته است استاد محمد علی حید خیلی زیق بودند، یعنی اون مقایسه میکند با اون 2 ماهی که پیشتر بود. گفته که ما یگان چیزی شکنجه را در اون نمیبینیم ولی در عموم احساس میکردم که نسبتی اون دیدار پیشینه زیقتر بود و واقعا یعنی ببین محمد علی حید یک این فرزانه اگرچه در صحبت دیگر با دوستان خانوادگی همسر محمد علی حید گفته است که وقتی با او صحبت کردیم گفتن که با شما 13 با طبق 13 ماده عیب اعلان شده است. او با خانواده خودش صحبت که داشته است گفته است اگر 50 تا هم عیب کم که بار کنند شما هیچ پروا نکنید، خداوند خودش کمک میکند. این چیزها را گفته است ولی شاید احساس مثلا طبیعی است وقتی که انسان میبیند که بدون هیچ دلیل تهمتی آشکار میشود این طبیعی است که ضیق میشود، روحیش در روحیش تاثیر میگذارد. ولی مطمئنیم که محمد علی حید یک شخصیتی که اصلا به خودش تردید راه نمیدهد. او در همون شکست ناپذیر است. روحیه او شکستن نمیشه. یعنی خودی جسمن اگر اونا شکنجه بکنن ولی اون خودی اون فکری اون راهی که اون اختیار کرده است اون رو نمیتونن بشکنن. و واقعا یک چیزی که در ذهنم آمد اون برادرانی که حدوداً بیش از 100 نفری که امروز از فعالان حزب بازداشت شده است بسیاری از اونها شنیدیم که در این وقت بیکاری از این فرصت استفاده بوده اونها حفظ قرآن حفظ میکنن خود را با قرآن با نماز خواندن با اینها بیشتری از اونها چندین جزء قرآن را حفظ کردن در زندان و این خودش اونها اصلا برای اونها زندان چگونه که یکی از بزرگان دینی فرموده است در همین زمینه گفته است که من در این دنیا هیچ مشکلی ندارم چون اگر زندان شوم اون خلوت با خداست که با خدای خودم روز نیاز میکنم. اگر از کشورم در بدر شوم مهاجر شوم این سیاحت است و اگر کشته شوم این شهادت است. یعنی من هیچ جای نگرانی ندارم و واقعا هم این برادرایی که امروز در زندان ها هستن واقعا همین اعتقاد رو داشتن و دارند و اونها در زندان هم باشن در خلوت با خدای خودشان هستند و ان شاء الله که امیدواریم با این همه که این روزها آزاد شوند. این روزهای خیلی سردی هست و زندان‌های تاجیک با این شرایط بدی که دارن واقعا در یک حالت دشواری قرار دارن. ولی چخیلی که گفتید و چخیلی که خبرها میرسد اون برادران نهضتی اون روشنفکرانی که فعلا امروزا در زندان کنج زندان بسیار ظالمانه یعنی به طور ظالمانه اونها بازداشت شدن و اونجا به سر میبرن واقعا یک روحیه بلندی دارن
و یعنی اونها مثل که گفتیم از این فرصت های استفاده بوده وقتهایشان را در کارهای بهتر خوبتر مثل حفظ قرآن. یکی از اونها هم گفتم که اونها گفته است که وقتی که بیرون از محبس بودم وقتی نمیافتم که قرآن حفظ کنم، ولی امروز وقتی آن رسید است که قرآن حفظ کنم. خداوند دعا میکنیم که خداوند این برادران ما که امروز در کنج زندان با تهمت های ساخته از بسر میبرند، خداوند اونها رو زودتر آزاد بکند و آنها به خانه هاشان برگردند و اون جامعه شهروندی، اون جامعه که میخواستند اون را با زحمت هایشان بنا بکنند. دیگر این است که میرسیم به خاموشی که خاموش نکرد، خاموش نایستاد. جمال الدین خاموشی عضو ریاست علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان گفته است که ایران نشان داد که کبیری را جنایتکار اعتراف نمی کند. واقعا وقتی که من تعجب میکنم، درست است که اون وضعیت اونها را نباید فهمید که اونها هم زیر فشار هستند، اکثر اونها که این اعترافات رو میدهند، اینا رو مینویسند و بسیار وقت میشود که این نوشته ها میارن اونها زیر اون امضا میگذارن و بسیار وقت اون خودشون هم نمی‌نویسن. برامون استاد حاجی اکبر تروجانزاده مولوی عبدالرحیم که پیش به نام مولوی عبدالرحیم است و چالش کشید که اون اگر 10 جمله از فکر خودش نویسد گفت من حاضرم جایزه چیز بدهم. واقعا این مولوی ها شما مقتنع هستید که اگر این 10 جمله نویسد شما هم جایزه میگیرید؟ بله واقعا اینا که معلوم است که اینها بیچاره ها واقعا در حالتی هستند، ولی متاسفانه باز از نام استاد محیدین کبیری همچون شخصیتی جنایتکار خائن. نه شما ببینید یک چیز واقعیت هست. آخر اینها میخواهند بگویند که مثلا میخواهند اثبات کنند که استاد کبیری جنایتکار است یا که مثلا تروریست است یا این. خب تمام سازمان های بین المللی بر مقابل اون اقدام شما نامه نوشتند، اعتراض کردند، چی از سازمان امنیت آمریکایی اروپا، چی اون از فریدم هاوس از امریکا، خانه آزادی از امریکا، اون چیزی هلسینکی، اتحادیه اروپا گفتم که خب همه اینها اعتراض کردند به این اقدام اینها. خب اگر اونها هم استاد کبیری را تروریست نشناختند، اونها هم جنایتکارش نمیدونند، اگر اینها با ایران اونها رو جنایتکار نمیدونند، امروز که استاد کبیری رو همچون مهمان در جشن دعوت کرده است، هم سخنرانی کرد استاد کبیری در کنفرانس، خب اینا باید بروند با تمام اتحادیه اروپا و آمریکا جنگ اعلان کنند، مثل که با ایران امروز دارن، مثل که همون دولت صبور دولت گفت که تاجیکستان مجبور است که با خاطر یک محیدین کبیری با جهان اعلان کند. واقعا باید همین کار کنند. ولی گپ در سر این است دوستی عزیزم که یعنی توقعات ما، انتظاری ما از کشور ایران، روسیه و دیگر کشورها بیشتر از این است. زیرا اونها کفیل صلح بودن، ضامن صلح بودن. اونها گفتند که بیایید شما این همه سلاح و این همه را بسپارید، در تسلیم بکنید و ما کفالت. امروز ما از اونها از این بیشتر خواهانیم. همین اصلا ایران هم به همین کارو کرده است. دوباره با آوردن مثلا در کنار هم قرار دادن با استاد کبیری با نماینده های حکومت میخواهد یک بار دیگر یادآور کند که یادآور شود که ما ضامن صلح بودیم. یعنی شما این سال 96 97 که صلح آمد وادار کردن که هر دو طرف بشینن. بله حالا چی شده است؟ مثلا یک طرف با اون پیمان ها و با اونها بیاید خائن. وقتی که اونها خائن میگن، خائن کیست؟ خائن کسی است که به اون تعهدات وعده های کردگیش اجرا نکند، اون را پایبند اون تعهدات خود نباشد، اون را بشکند، اون خائن است. پس میاییم میپرسیم که کی سازشنامه صلح را پایمال کرد، کی این مصالحه پایبند ایستاد، کی نه ایستاد. بله پس معلوم میشود که کی خائن است، کی خائن نیست. و واقعا جای تأسف است که میگن که در تاجیکی میگیم که دزدی زور صاحب گور و بسته است. امروز اونا هر کاری رو میکنن و باز دعوا میکنن که شما
خائن هستین، شما جنایتکار هستین، شما اسبی تازی شده مجروح به زیر پالان، تف زرین همه در گردن خر می‌بینن. به اصطلاح دیگه واقعا مصیبت هست که یک واقعیت ها را میآیند به یک مصیبت تبدیل میکنه، به یک گویا که یک کاری خیلی کلان شده است و در واقع چیزی نیست جز اینکه استاد کبیری در یک کنفرانس رفته است، در کنار یک نماینده حکومت تاجیکستان قرار گرفته است و اگر حکومت تاجیکستان میخواهد نمیخواهد، نهضت اسلامی تاجیکستان یک نیرو هست، باقی میماند و این رو خب امروز شما ممنوع اعلام کردید. فکر میکنید با ممنوع اعلام کردن حزب نهضت و با باطل کردن اون ورق و گفتی استاد کبیری شما اندیشه نهضت رو از بین بردید؟ فکر نهضت رو از بین بردید؟ طبیعی است که نه. اگر هیچ کس در تاجیکستان اعضای نهضت نباشد، بله، فکر نهضت باقی است، اندیشه نهضت باقی است، این میماند. چگونه با اندیشه جنگ میکنی؟ قبول است. این نمیشه. رادیو آزادی یک گزارشی خوبی رو تهیه کرده به نام 11 چهره خبرسازی تاجیکستان در سال 2015. واقعا با قلم استاد میرزای سلیمپور که خیلی گزارشی خوبی هست آورده است. اول مسئله شیخ تیمور، اون موسفید بیچاره که واقعا با بسیار تهمت ها روانه زندان کردن. انصافی هر یک تاجیک نفرت میکند از این خیل رفتار با اون موسفید بیچاره. اگر کمبودی دارد اون رو کمبودیش چه بکنید؟ این هیچ کس کمبودی ندارد، بی کمبودی نیست. خب کمبودی اون میشید که با یک مشورت، با یک نشست، با یک راههایی که با ارسال کردن یک گروه علمای کشور به نزد او، درست؟ یک گروه از علمای مثلا کشور میرفتن با او می نشستن و از روی علمی مسئله حل میشد. نه اینکه با بستن و با سود کردن، با زندان کردن، در برابر زندان با چند هزار دلار دیگه 35,000 سامانه دیگه رو جریمه کردن. این چی است؟ سوی قصد به عمرعلی قواتف رهبر گروه 24 هم یکی از چیزا است و واقعا اون در شهر استانبول در منطقه فاتح مورد سوی قصد قرار گرفت و جان باخت. در اونجا متاسفانه کودک های اون هم زهر خوردند، ولی بس بعدی به بیمارستان رفتن نجات یافتند. ولی واقعا این هم تاجیک است. نوجوان مردانه، یک عمل نوجوان مردانه که کودک وقتی که به کودکی یک مخالف خودت رحم نمیکنی و با او زهر میدهی، این دیگه چی است؟ آیا همین است آزادی؟ همین است دموکراسی؟ امروز که میبینیم که زنی همسری عمرعلی قواتف که خیلی فعال است، واقعا شما با این کارتون او را فعال کردید، اون رو در دل اون عقده موندید. شما اون یعنی با این کارتون یعنی صدها جوان دیگر نه تنها زن او، تمام خویشاوندان او، تمام کسانی که با او هم پیمان بودن، با او دوست بودن، هر کسی که یک حسی جوان مردی دارد، بله، اون دیگر به شما نفرت پیدا کرده است و این مردم نمیتواند اون دیگر با این راحتی به شما باور کند. واقعا سوال این است که چرا این حکومت تاجیکستان همیشه از استرداد فلان ایران طلب میکند و اون قاتلان اونهایی که همدستی و این کار داشتن هیچ بار نمیگفت که اونها رو استرداد بکنید؟ یعنی واقعا یعنی این سوی قصد یک حمله نوجوان مردانه بود واقعا. و اگر مخالف هست صحبت میکنه، شما هم با صحبت با اون پاسخ بدید. دیگر مقام نوی پسر پرزیدنت گفته است که رئیس رستم امامعلی فرزند رئیس آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد تعیین شد. یعنی ماشاءالله فرزندانی در کشورهای ما، فرزندای رئیس جمهور، پادشاه، ماشاءالله خیلی فعال و یک دو منصب نه بلکه چندین منصب را اونها دارا هستند که اون با اون هم رهبر خدمات گمرک بود، او همچنین رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و جوانترین گنرال در شورای سابق است. گنرال است ماشاءالله که یعنی موهبه های خدادادی دارد که این چند در این قدر جوانی این چند منصبی با کلان را در چند جنگ شرکت کرد و مقام گنرالی گرفت. بله. دیگر این است که دو عمل خیر ذبیح الله، یک شهروندی تاجیک ماشاءالله
برادر ذبیح الله شفیع زاده ساکن جماعت پنجرود ناحیه پنجکند پنجرود بله. و استاد به یاد رودکی رودکی، میرسیم و بله. دیگر واقعا واقعاً اون حلالش بود. بله در مسکو وارثی زبان رودکی. ها کرد 20 ساله همیانی رو در کوچه یافت به صاحبش برگم که در رسانه همچون نمونه از شرافتمندی عنوان شد. تشکر بله. برادر عزیز ذبیح الله شفیع زاده بله. با اینکه از ملتی تاجیک رو هر همون طوری هست یک آدمی سخاوتمند امانت دار بله. شما به جهانیان بخصوص به مردم روسیه معرفی کردید. باز یک دیگر میریم که اون راننده با وجدان تاجیکی اونم یک همیان رو یافت و در داخلش پولی خیلی زیاد بود. اون رو برگردون که سبب شد که یعنی باز وردی رسانه در رسانه های روسی و حتی در بیرون هم بازتابی گسترده بیاورد. فراری گلمراد حلیموف فرمانده وقت عمان و سوریه و پیوستن خب ببین این جنرال عضو نهضت نبود. بله. پس باید حزب خلق دموکراتی گناهگار باشد در این. بله. درست؟ باید حزب ممنوع شود حزب خلق دموکراتی و تروریستی اعلان شود چون این در داعش است. این واقعا هم نماینده خلق دموکراتی و یک من از بچه‌های شنیدم نمیدونم شاید چقدر حقیقت دارد ولی میگفتن این یکی از آدم‌های بسیار نزدیک و باوریناکی پرزیدنت و رستم امامعلی بوده است. بله. خب این شاید با دستور اونها رفته باشد. از کجا میدونی که نه؟ بله. یعنی یا اینکه چرا از دست اونها رفته است؟ بله. گلمراد حلیموف این جنرال سببی با پیوستنش هم گفته که اون فشاری که بالای حجاب داره و اینها شد اونها سبب شد که یعنی ببین فشارها تعقیب زور آوری با زور معن کردن نتیجهش همین است که مثل گلمراد حلیموف و میروند به دیگر گروه ها میپیوند. آشوب حاجی حلیم واقعا که یکی از معماهای بزرگترین معمای سال 2005-15 است که واقعا تا حال معلوم نیست چی بود پشت این پستی این چی بود واقعا و خودی حاجی حلیم تقدیر قسمت نصیب نکرد که اون حقیقت را بگوید و این هم واقعا ولی متاسفانه در این آشوب از هر دو طرف آخر تاجیک بودن مادر تاجیک اذیت کشید. درست است. یعنی و یک گروه از این سوء استفاده کرد شاید گرانت و نمیدونم پشتیبانی و چیزی یافت و مخالفین خودش رو به نام همین شورش سرکوب کرد تروریست اعلان کرد ولی واقعا در کنار این جان چندین انسان دیگر رو گرفت. آیا همین قدر منصب و کرسی و چیزی اینا ارزش جان همین قدر انسان رو داشت؟ بله. منم مثلا اگر شما میگوییم اونها میگویند که عبدالحلیم نظرزاده اسیان کرد ولی برادران اون که اونها در خود تسلیم شدن چرا کسی نمیپرسد که چرا اونها کشته شدن؟ قبل از اونی که اعلان شود قبل از اینکه چیز شود میرزا حیات و چیز شنید در خبر رو خوندیم که رفته خودشون تسلیم کردن ولی چرا؟ بله. این واقعا مصیبت است. یعنی یکی از بزرگترین معمای سال 2015 هست که تا حال هیچ کس واقعیتی که در اونجا گذشته است در پشت این حادثه معلوم نیست که همون ببین یکی از بچه‌ها نقل میکرد که اون در ناحیه وحدت اون وقتی که اون ملیسه خانه ناحیه وحدت رو هم که گویا که گروه حاجی حلیم زده باشد هجوم کرده باشن میگفتن اون آدمی که آوردن در اونجا گفتن که آدم زیارالدین نمیدونم زیارالدین بود در اونجا میگن اصلا اونو از خونش رفتن گرفتن شب با جامه و لباسای اصلا خانگی بود است نه هیچی از خونش رفته دستگیر کردن اونو بردن بعدش مثلا حاجی ظریف و دیگر همش بله این واقعی کسی است که در نزد همون ملیسه خانه جنازش یافت شده است گویا خب اینو جسدش بردن در نزد اون ملیسه خانه پرتفتن گفتن این حمله کرده است در حالی که این رو رفته از خونش دستگیر کردن بردن چی میشود آخه این تاریخ انشالله خداوند هر کسی که در اینجا ظلم و ستم کرد فرق نداره از این طرف از اون طرف در نزد خدا جواب خواهد گفت ولی تاریخ هم
واقعیت رو رحم نخواهد کرد و معلوم خواهد کرد که پشت این چی دسیسه هایی بود. بله. با این حتما. راه بیچاره که میرزا زیا با همین شیوه کشته شد. چندین نفرایی که بله. واقعا چی بود. یکی از چیزی که باز ویردی زبان ها و بخصوص رسانه های انگلیسی و اروپایی شد، این اون بله. کوچروبی زیبای دوشنبه خانم خواهر منیره میرزایی 19 ساله که اون کوچروب بله. یک صورتش رفت و یکی از در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌های خارجی خیلی ویردی زبان شد. این هم یک دیگر میایم مرگ عمرعلی نظروی 5 ماه در سن پترزبورگ که درباره این خیلی صحبت ها کردیم. و دیگر قرار پیشوای ملت که با قریبی رئیس جمهور این قراری پیشوای ملت بله امضا کرد. این رو هم صحبت کردیم. ولی سوال و پول مهاجرین کاهش یافتن پول، ولی من شاید این ذوق خودی مؤلف بود که از اون چیزی که بر سر حزب نزد که اونا حزب عمده مخالفین یعنی و یکی از طرف دیگری صلح ممنوع اعلان شد، تروریستی اعلان شد. این رو اگر نمیگید بیش از 100 فعال بازداشت شد. اگر این رو هم ذکر نکردید اویو بزرگ مهر یارو کمتر. یعنی من واقعا اینجا از اون برادر که استاد میرزای سلیمپور هیچ شکایتی نداریم، ولی در عموم اگر ما نظر کنیم به همین رادیوی آزادی واقعا یک یعنی در طرحی و حقایق یک طرفه نگاه میکند، ولی متاسفانه یعنی واقعا در حوادثی که مربوط به حزب است حتی غیر مباشر مربوط هست کوشش میکند که دوری بیاد، چشم بپوشد و چی نکند. یعنی اگر اینجا اگر 11 چهره یا 11 حوادثی که مورد توجه چی شدن، آیا چرا یکی اگر بسن حزب جا نباشد اینقدر آدم ها بازداشت شدن، زندانی شدن بیش از 100 نفر اگر این مگر یا چیزی بله یعنی در 2015 چیزی نبود که متاسفانه این ما این مشکل را داریم. و دیگر پلیس روسیه نسیم 14 ساله را به مادرش برگرداندن که الحمدلله خوشبختانه این 14 ساله رو این پسر 14 ساله از مادرش جدا کرده بودن، ولی الحمدلله بازگرداندن که این خیلی خوب شد. و واقعا مهاجرین تاجیک در این روزهای سرد که بسیار در یک حالتی دشوار به سر میبرن، برای اونها روزهای خوب تمنا میکنیم واقعا که بتوانند هم کار بکنند و هم خانه خود را. و تشکر میکنیم از اون گروه هایی که در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه ها، در دیگر جاها با مرگ عمرعلی نظرف و کنش نشان دادند و امروز نتیجه آزادی نسیم باور کنید تأثیری همون هست. و امیدواریم که دیگر هیچ طفل تاجیک از مادرش جدا نگردد و اصلا مادران و طفلان تاجیک مهاجر نشوند و در کشور خودشان بتونن کار و زندگی و سربلندانه آرامش داشته باشند. سلامت باشین و واقعا نقشی برای آزادی رادیو آزادی، کارمندانی این رادیو آزادی، کارمندانی آزادگان، توج نیوز که واقعا شبکه‌های اجتماعی در این مسئله در بازتاب قضیه عمرعلی خیلی زیاد بودند و واقعا همین شبکه‌های و همین رسانه‌های مستقل یک نوع از جامعه مدنی کشورمون نمایندگی کردن که واقعا این هم یک چیز است. این بود برادران گرامی برنامه باز گپ. انشاءالله باز تا برنامه آینده خداحافظ.